آمادگی ساکنای همین جامعه شهر را بها میگیرند. اکنون ما برادران بها دادن استاد از این شهرنده برادران که همین کانتو نمیبردارند. پرتوهای نمیبردارند. لیکن ما چیکار میکنیم؟ ما انسان ها من ساکنای در این شهر چیکار میکنیم؟ یکمش این که همون پرتوها مایا یعنی خوبچه نمیبراریم. فکر نمیکنیم که همون بردارندگانی این پرتوی که فنبازن کار میکنن یک موضوع ناچیز و بیشتر کار میکنن و که اینقدر روزی دراز بیل میپرتویند. اینقدر روزی دراز بیل میپرتویند یگان تا ما فکر نمیکنیم که همین هم برادر من است. همین هم ساکن همین اسفره هست. همین بر رحم کنم هیچ گم نیست. همین خوابچه های لنگچه ها با گرفته استاده همین برآورده مانمگر همین میپرتوید. وقتی که اگر گویم که بعضی جاهای اساسی هست گویم که نزدیکی های بعضی کارخانه های منم نزدیک های مسجد های وقتی که همون ساعتی گفتگی به آمده پرتوشون میبردارند با میبینید که تا پگه جمعه شدن با پرتوفتیان با آوردن پرتوفتیان کی پرتوفته است؟ از قرغیزا پرتوفتیان عبادکام نه اسفر پرتوفتیان چارکومی نه همین درون اسفر پرتوفتیان قشلاق‌ها به طور خودشان بسیار زیبایی هاشون تازگی هاشون خوب است تعریفات هست که همه قشلاق یعنی که با طرز خودش کردی تازه کرد لیکن درون شهر با اکنون وقتی که همین نزد مسجد با امروز آمده کارگرهای کمخواد با امروز میبردارن انوای سمتی وکوچنگی میمونن چون که اینها روزی کاری دارن وقتی که فرمان میشه که اول رفته پیش مسجد تازه کن با میبیان و دین تازه کردی با امروز تازه میکنن اون طرف میمونن سونی ما وای میبینیم میگیم که بیا ملال همین کارگرای کمخواد تازه نمیکنه بیا ملال میگیم که خود تازه نی که عیب خودی ما هست. از برای همین حضرت پیغمبر علیه السلام میفرمایند که و روی ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من کدام انسانی که گفتند یعنی که من قضا حاجته تحت شجرة اسمرة او طریق عام او بشفیر نهر جار لعن الله تعالی و الملائکه و الناس اجمعین. انا نگاه کنید پیغمبر خدا میگه که من قضا حاجته یعنی کدام انسانی که قضای حاجتش رو همین پرتوش دیگه چیزش یعنی کوچه گذر ببرده میپرتوید یعنی راهگذری مردم ببرده میپرتوید یا زیر درخت میوه‌دار ببرده میپرتوید یا اینکه لب جویبار رو برده میپرتوید خداوند مهربان و تمام فرشته ها تمام انسان ها و لعنت کردند. کی میخواهد که در لعنت خداوند بزرگ باشد؟ هیچ کس نمیخواهد. لیکن یک کار میکنیم که همین لعنت خدای و فرشته های و تمام انسان ها با ما گرفتار میشیم. از برای همین محترم اهل جماعت در آزادگی ما شما محترم اهل جماعت یک گویم که سطحی بلند داشته باشیم. مدنیت همین مدنیت ها ما داریم. اگر یک جا یک چیزی میپرتاییم فکر کنیم که یک تا برادر من همینو بعد از من آمده میبردارد زیرا اینکه همینجا من اون که افلاس کرده ایستادیم و این تازگی گروی سلامتی ما اگر اون درش نگاه کنید برای فایده خودی ما هست. از برای همین محترم اهل جماعت یعنی تازه آزاده شویم. من پگاه با روز شنبه هست هر یک انسان وظیفه دار است که گرد و اطرافش برونده تازه کنند یعنی شنبهگی هست. همین شنبهگی اقلا های برادرای عزیز اقلا همین نیم ساعت وقتا ما همین تازگی گرد و اطراف یعنی اقل تازگی خودی کوچه ها ما بعضی همین گویم که کوچه ها لب جویباری بعضی انسان ها چنان افلاس است که و اگر مواد رو تک تک در آمده گویم که همین لبی درتون یک تازه کنید گویم
جهل و جدال کرده گریبان میقبلگی میشه آخی نمیگوید که این لبی دری من است آخی در حقیقت من تازه بودنم در کار از برای ما گفتیم که شرف المکان بالمکین یعنی شرفی هر یک شرفی خانه لبی دری شما این شرفی آیله شما هست اگر شما لبی درتان افلاس کرده شنیدگر در حقیقت همون آیله شما در شرف نبوده است چوبا یعنی که برادران این تازگی آزادگی یعنی که از مسلمانی ما هست النظافتو علی الایمان این نظافت از ایمان و ایمانداری هست و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین خداوند مهربان دعا کنیم که پروردگار عبادت های ما قبول گناه های ما مغفرت گرداند همه ما از جميع آفت ها بلاها از فتنه ها خودش نگهدار باشه الله اکبر